یعنی چی؟ آج سر اون فدراسیون بسکتبالی که سرپرست تیم ملیش فرشه واقعا نظرت اصلا خندم میگیره. من خندم خیلی تلخ باید بشه. آقا فدراسیون نرید دست این آدم‌ها. ندید. افتضاح ترین اتفاقات در آینده خواهد افتاد. یه سوال فقط ازتون دارم. هر کی راجع به تیم ملی انتقاد می‌کنه، هر کسی تیم ملی هست، شما هم بگید که خیلی رک بگیم واقعا بریم به مال اصل بهتره. آرش بهادرزاده چیکار می‌کنه تو تیم ملی بسکتبال ما؟ اون چه اتفاقی میفته که آدم‌ها چجوری انتخاب میشن؟ اینا کاری من ندارم، بالاخره همش لابیگری و باج و امتیاز ما. شما نظارت نمی‌کنید. شما تا اون آدمو دیدین چیکاره است؟ سواد داره، درس خونده، بسکتبالیست بوده، داوره، مربی بوده، بازیکن بوده، 20 سال تو لیگ کار کرده. کجا بوده؟ واسه اگه بشه من بیام و همه رفاقام بیان تو فدراسیون دیگه. چیکار می‌کنی؟ چیکار می‌کنی؟ چرا تیم ملی نتیجه نمیگیره؟ خب نبایدم بگیره. آقا بیا از جیبم این بیلی تو میگیرم، برو 2 هفته بعد خودت آنکارا حال کن. برو حال کن. این پولش من میدم برش کن. ببینید تمام رؤسای هیئتی که رای دادن و رای خواهد داد. میدونم شما لاوی می‌کنید. ببخشید من باید روک بگم. من تو فدراسیون بسکتبال هیچ وقت نمیتونم رئیس فدراسیون بشم. چون من یک سکم به شما نمیدم. چون من به شما قول یه سفرم نمیدم. چون من شما رو قول که سرپرست تیم ملی بشین نمیدم. برای شما توپ و لباسم نمیفرستم. من اگه بخوام بیام تو بسکتبال کار کنم، کار درست انجام بدم. سرپرست ما بچه انگلیسی بلد صرف بزنه. سرپرست ما توی تکنیکال میتینگایی که قبل از مسابقه قبل از مسابقه شه باید با خودش مترجم ببره. سرپرست ما تیکت هواپیما بلد نیست بگیره، دفعه اولش داره میگیره. آقای دکتر سنوکیانی تا دوستای خود من خیلی دکتر بسیار عالی، ایدن با شخصیت. واقعا من با دکتر سنوکیانی یه سفر قبل جام جهانی بردیم. جام جهانی رفت، بازی آخرم پشت اومد. چه لیست تو وزارت ورزش شما جواب بخواد نه چیکار دارید بکنید؟ چیکار دارید میکنید؟ آقا تو رو قرآن، دوستانی که میخوام رأی بدن، تو رو قرآن کسی که به کسی بدهی داره رو نکنید رئیس جایی. آقا کسایی که خورده برده نکنید، کسایی که آقا گرفتارا نکنید رئیس جایی. داغونتون میکنن، نابود میکنن. اینا اصلا کجا؟ تو شناسی بر نمیاد واقعا. تو شناسی رو در نمیاد. شما از یورولیگ اومدی خیلی والیبال کرد، ما اصلا گوسفندی هیچ بلد نیست. چه آقا بخواید چرا این کاری کردی؟ چرا شب نمیخوابه؟ به تو چه شب نمیخوابه؟ به تو چه؟ بازی بعد میخوره یا نه؟ زندگی آدمو چیکار داری اینجا آب بازی کنه؟ ای پلیر تا صبح تا شب توی دیسکو کلاب و اینا داره فامیل شب هر بازی هم میگیم سوشال میذارم کسی هم به شما چه ربطی داره که چیکار داره میکنه؟ به شما چه؟ به زندگی شخصی آدمو چیکار داری؟ به تو چه ربطی داری که شب با کی تلفن حرف میزنه؟ آقای سرپرست تیم ملی میره زیرا به بازیکن میذاری. بیچ بازیکن دوستاش با ماشین اومدن توی محوطه استادیوم. به تو چه ربطی داره؟ آخه آدم فروشی تو چیکاره ای؟ اون چیه؟ تو سفرت چیه؟ تو همه اقسام اینجوری واسه اینجوری بقره بسام چی کاره ای؟ از کجا تو کدوم تو مشخصی در اومدی آخه بابا؟ نکنید آقا جان من، نکنید آقا. من حساب کردم گفتم واقعا یه تورنمنت تا آخرش تا آخرش الان دیگه نگرانم. بیا بابا بره بابا بده همون در پشتی بده دیگه نیا. رفیق اونه